السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله در اینجا درس لغت عربی انشاءالله شروع می شود و معلوم است که درس های ما چند می شود. الحمدلله که دوام کشیده است. اگر کوتاه هم باشد در اینجا انشاءالله که ما چه کلمه را انشاءالله میاریم. یکم و ضمیرها میگویند. ضمیرها را بر گفته گذشته بودیم، یعنی که اشاره هایی که به سوی مثلا که یک انسانی نبودگی میکند، یک نفری که یعنی که باشد هم اگر میکند اشاره میکند، همین باره صحبت میکنه و کمی جمله خورده که میسازیم در دوام هاشون انشاءالله. چگونه که الان دیدید شما هو برای چی بود؟ یعنی که یک مرد دلالت میکرد. هو معلمون، اون معلم هست. هما برای دو نفر بود، دو مرد یا که دو زن. وقتی که هما کشید هم مردانگیش هم زنانگیش یخیل میشود دیگر. هما معلمانی، اونها دو معلم هستند. هم معلمون، اونها معلم ها هستند. هم قطعی هو بگیم خاص برای مرد هست. هو برای یک مرد هست، هم برای همه مرد ها. اما هماش گفتیم شریکی هستند بین مرد و بین زن. هو مسلمون، اون مسلمان هست. هما مسلمانی، اونها دو مسلمان هستند. هم مسلمون، اونها همه مسلمان ها. هو طالبون، اون طالب علمی که هم طالبانی، اونها دو طالبین. هم اونها طالب علم ها. طالبون میگوشه که طلاب میشد. هر دوش درست است. این اگه بگیم درباره اشاره های، یعنی که ضمیرهای مردانگی بدن. اینجا با ضمیرهای هستند که زنانگیش مؤنث، یعنی که به زنانگی دلالت میکنند. چگونه که الان بینید. این خیلی دیدید که هی طبیبتون، هی برای زن هست، خاصتا چیزای زنانگی ده استفاده میخورد، مؤنث ده استفاده میخورد. هما طالبانی، انا که تصور که این هما با رنگ مردانگی است، چون که از گفتیم هما مشترک هستند بین مرد و بین زن. هما طبیبانی، اونها چی هستند؟ هی طبیبتون، اون بگیم یک طبیبه هست، دکترها، یعنی که هما طبیبانی، اونها دو چی هستند؟ دو طبیبه هستند. هن طبیباتون، اونها همه طبیبه ها، یعنی که دکتر زن ها. هی معلمتون، هما معلمتانی، هن معلماتون. اون یک معلم هست، اونها یک معلمه هست. هما معلمتانی، اونها دو نفر، یعنی که معلمه ها هستند. هن معلماتون، اونها همه معلمه ها هستند. هی طالبه، اون چی؟ طالبه هست. اون اشاره کرده است که یک طالبه است. هما طالبتانی، اونها دو طالبه هستند. هما اینجا با همه که باید یادداشت کنیم که برای مشترک است گفته بودیم. یا اینکه هن طالباتون، اونها همه دختر زنها، طلبه های زنانه هستند، زنکا. یا که دخترها و زنکا همش در اینجا میدرین. اما که در جمله هم ما فعل مضارع علیه گفته گذشتگی هستیم. به یاد بسیار برادرها شاید باشد، چون که از اونقدر درس یازی درازی بعد از اون نیومده است. بعدی اون چه در جمله اومده است دیستین. هو یکتبو، اون مرد، یعنی که هو برای یک مرد گفتیم. یکتبو چی می نویسد؟ این هم چی از صیغه واحد مذکر فعل مضارع معلوم هست. هما یکتبانی، آنها دو نفر مردها می نویسند. یکتبانی چی از؟ این هم بگیم برای دو مرد است. هم یکتبون، آنها مردها می نویسند. هو یدخل، اون مرد می دروید. هما یدخل، اون دو مرد می درویند. در زمان آینده، اینی که مضارع زمان آینده بود. هم یدخلون، آنها همه مردها می درویند. هو یغسل، اون میشوید. یغتسل بگیم غسل میکنه، یغسل میشوید. اما بعضیا گفتن که یغتسل برای یک معنا هست، یعنی اون فرقی ندارد. اما خیلی با جهتی که یغتسل استفاده بسیار خورده است، با معنای غسل استفاده میخورد. یغسل با معنای شستن. اون میشوید. هم یغسلون، آنها دو کس میشویند. هم یغسلون، آنها همه مردها چی میشویند، همه مردها. انا که درباره جمله سازی زنانه چه که دیدید. هی تکتبو، در اونجا چه گذاشته بودیم که یکتبو، یکتبون، یکتبونه، تکتبو، تکتبون، یکتبونه. هی تکتبو، اون زن می نویسد. هما تکتبانی، اونها دو زنها چی میکنن؟ می نویسند. هن یکتبنه، یکتبنه، آنها همه زنها چی میکنن؟ می نویسند. و
در اگر هر نفری که اگر که برادش باشه همون گردانهای صرف اگر مراجعه کنه با فایده میکنه انشالله. هن یکتبن، آنها میزنها می نویسند. صیغه جمعی مؤنث غایبات هست، نیستن آنها در نزد ما نیستن، ما از آنها گپ زیستیم. یا اینکه هی تجلسو، اون زن می نشیند، هما تجلسان، آنها همه دو زنها می نشینند، هن یجلس، آنها همه زنها می نشینند یجلسن. هی ترکبو، اون زن سوار می شود، هما ترکبانی، هما چی هستند؟ مشترک هست بودیم. ترکبانی می نشینند آنها دو زن، هن یرکبن، آنها همه زنها می نشینند. اینجا جمله ای که بگیم که در باره پرسیدن، یک جمله را همین خیلی برای چی آوردیم تا اینکه استفاده بخورد. ضمیر در اینجا ضمیر هی استفاده خوردگی هست. رشید یک انسان پرسنده، یک آدم رشید داره میپرسد که کم صلاتن فی الیوم یا محمود، چند نماز هست فی الیوم در یک روز. کم چند میشه؟ صلاتن نماز میشید، فی الیوم در یک روز، در روز، یا محمود و ای محمود. اگه محمود پرسیده است نه محمودون، اگه محمود یک آدم بگیم که پرسیدن شب گفته است در جواب که فی الیوم 5 صلواتین، در روز 5 نماز است. رشید ماهی، رشید میگه ماهیه، یعنی که کدام ها هستند همون نمازها، چون که از کلمه نماز زنانگی که هست برای خاطر بر ضمیر چی آورد؟ هی قطعی آورد. ماهیه. رشید میگه کدام هستند همون ها؟ محمود میگه که هی همون نماز صلات الصبح، نماز صبح هست بامداد، و الظهر پیشین، و العصر نماز عصر، و المغرب نماز شام، و العشاء نماز خفتن هست. اگر در این جمله سازی میتونن دیگر برادران میره گرفته همون ضمیرها رو که جمله‌ای که پیشکی گذشتگی هستیم همونها رو در جمله ساختن بگیرن و همون رو در استفاده کردن صحبت کردنشون هم استفاده کردنش بگم میشه. چون که هست ما علاکه درباره فعل ماضی گپ زده بودیم، درباره فعل مضارع اگر که پورم گپ نزده باشیم گپ زده بودیم، و این حاضر بگیم در اینجا ضمیرها را گفتیم. ضمیرها رو یک بار همین خیلی گفته گذشته بودیم اما شرح تفصیلیش نگفته بودیم، اما اینجا الحمدلله الان شرح تفصیلیش گفتیم. و دیگر که هست درباره با ضمیرهایی که مثلا که خطاب میکنید انشاءالله که باید شاید در صحبت‌های آینده انشاءالله صحبت کنیم. فقط شما اینها را فراموش نکنید که درس‌های گذشته را تکرار کردن به کار است و هر جایی که نفهمون باشد انشاءالله میتونید شما بپرسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.